خیلی که هم کس میگن همیشه اوچا ما گفتم یا بود قرصکا برای اوچا هر کسی اوچاش دوست میدارد برای اوچا قرصکای تاجیکی رفتی خرید فراموش میکنم گب میزنم گوش میکنم حیات فراموش میکنم گپاکو کلی کشیده تیفان آغوش میکنم گپاکو کلی کشیده تیفان آغوش میکنم تیفان میزنم زنگ جرم میزنم یک نوزنی بردارد بناز گپ نزنم یک نازنی میبردارد بناز گپ نزنم الو میگو لبای نگاه الو نگا لبای نگا الو نگو لبای نگا الو نگو لبای نگا بیو کمی صحبت کنه و خیلی نگو ای بای نگا بیو کمی صحبت کنه و خیلی نگو ای بای نگا تلفون بیزم بزنم زنگ جرک میزنم یک نازنی میبردارد بناز گپ نزنم یک نازنی میبردارد بناز گپ نزنم وقتی گپا بود میکنم تلفنم گود میکنم وقتی گپا بود میکنم تلفنم گود میکنم و میگو قهرش نکنم و خیلی نگو ای بای میگم و میگو قهرش نکنم حیاتی محدود میکنم و میگو قهرش نکنم حیاتی محدود میکنم جرک میزنم یک نازنی میبردارد بناز گپ میزنم یک نازنی میبردارد بناز گپ میزنم موافقی طلب شما یک روز میرزام مراد گفتا چی حال داری یک روز میرزام مراد چی حال داری ای گپ آورده ها آیا خبر نداری دینا میگن در ریان بر پاس توی کلان عرق نوشیدن همان توی را نموده ایران مامان پهلوان بودن بچه چپان بودن در جنگ و زن و زنی رستمی داستان بودن گفتم با چشم دیدی زنکنم در شهر کرغان هر پوش نرخیدم غن اینان در شهر کرغان کماچ نرخیدم غن یک کیلو هزار سو میکند رگی گردن یک نود صد شده است یک دوشن صد شده
1800 چیدن سر انگور و انار 1800 چیدن تو با چشم دیدی گوی سفری قرا او سالا کرد سرا تو با دینم خریدست از بزرگیدن غنا او سالا همان زمان خستست خندان شدد توبه کردم خدایا آخری زمان شدد گفتم با چشم دیدی میگن در زواد بچه‌ی میرزا مراد خیلی پندانم بود است همراهی میرزا وراد میگن بند است افتیده است کش ایسرش پرید است یک پولی گاه داده است جان خود را خرید است یک پولی گاه داده است جان خود را خرید است گفت تو با چشم دیدی دختری بابای نور از خانه شان گرفت است این بابای پیر محمد زنش را جنجال کردند آنچنان جنجال کردند دستی چوبی دو پوشه خودش کشال کردند گفتم با چشم دیدی شهر عروس آورده در اتوبوس آورده یک عروسی گیزله رنگ خروس آورده موهاش پاری سر بود زلفاش بر ببر بود بخدا که ای پخت پس تماما بخبر بود او خونه رو نمیگفت خداتان رو گفت نگفت دیگه طبق رو باشد و نوبت شوید نگفت دایی جنجال میکرد چند کس ملال میکرد دامنی پیرش را او زده تلال نکرد میدونه لیکم دست دختری کوری سفر همیشه شدید بودن همیشه اشلچی بودن میگن جادوگر بودن میگن افسونگر بودن خلاص او خون سوختن یک خون جیگر بودن خلاص او خانه سوختن یک خون جیگر بودن گفتم با چشم دیدی تشکر زیاد. سلامات. هر شما با بابای فیض. سلامات باشین.